سلام برادران و خواهران عزیز در افغانستان. شاید نفرانی هستند که مرا میشناسند، شاید نفرانی نمیشناسند، ولی ما همراه فامیلم 7 سال در افغانستان در کابل زندگی کردیم و فعلا ما خبر داریم که در چه حال، در چه وضعیت هستند و چه خطری به سر شما آمده. ولی ما یک پیغام دارم و امیدوارم که این پیغام امید میبخشد، گرچند در نظر ما، در فکر ما که هیچ امیدی نمانده، لیکن یک امید هست و من این پیغام رو میخوام به شما برسانم که میفهمه. یک ماه قبل ما هیچ خبر نداشتم که امروز این حالت میشود، ولی یک ماه قبل ساعت 2 شب 2 بجه مرا خداوند از خواب بیدار کرد. وقتی بیدار شدم، خواب دهشتناکی داشتم. وقتی از این خواب بیدار شدم احساس کردم که خداوند میخواد من دعا بکنم. دعا میکردم و در دعا دیدم همین فقط تاریکی، اینقدر تاریکی، کلی جا تاریک بود. من در فکر خود فکر کردم که به امریکا دعا میکنیم، به خاطر که فعلا در امریکا هستیم. ولی وقتی دعا کردم دیدم که خداوند مرا راهنمایی کرد که به خاطر افغانستان دعا بکنم. وقتی به خاطر افغانستان دعا کردم، به خاطر وطن خودم تاجیکستان دعا کردم، امی آمد که بر روح مرگ رو بسته کنم. من بر ضد روح مرگ دعا کردم. بعد در همین تاریکی دیدم که عیسی مسیح سواره اسب با فرشتگان خود پایان فرامد در این تاریکی. و همین خاطر من امروز گفتنی هستم که یک ماه قبل عیسی مسیح به افغانستان خودش آمد، همراه فرشتگان خودش. عیسی مسیح در افغانستان است. امروز عیسی مسیح با فرشتگان خودش در افغانستان است و او به خاطر حفظ شما در اونجا جنگ میبره. به همین خاطر در هر جایی که باشن، در چه حالتی که باشن، نام عیسی را بخوانن و عیسی همونجا شما را نجات خواهد داد. در هر حالتی که باشن، برای عیسی همه چیز امکان پذیر است. به خاطر که اگر در یاد داشته باشن، در کتاب دانیال هم نوشته شده بود که در کتاب مقدس است که وقتی نفرای خدا ترس نخواستند که به بت پرستش کنند، شاه دولت گفت که شما باید بت را پرستش کنند. اونها رد کردند و اونها را در آتش انداختند. آتش اینقدر سخت بود ولی بلند بود، ولی در اونجا در بین آنها نفری پیدا شد. این شاهی بت پرست اون نفر را دیده گفت این کی است؟ این نفر که مثل انسان است ولی پسر خدا هست، کی هست؟ بعد او 3 نفر را گفت که براین از آتش. وقتی که از آتش 3 نفر بر آمدند، بوی آتش هم، بوی دود هم در آنها نبود. این رقم خداوند آنها را حفظ کرد. وقتی که خود دانیال پیغمبر را در زمانی که گفتند که هیچ کس نباید به خدای خودش دعا کند، دیگه او دعای خود را بس نکرد، دعا کرد. دشمنانش او را در دست شاه سپردند. گفتند که شاه اینه این قانون ما را رعایت نکرد، او را در چاهی که شیرهای گرسنه را داشت اونجا انداختند. ولی خداوند دهان شیرها را بسته کرد. اینمی رقم و او دانیال را از چاه برآوردند. روز دیگر خود شاه در حیرت ماند، گفت که خدای او خدای واقعی است، خدای ما خدای واقعی است و عیسی مسیح در افغانستان امروز هست. بنابراین نام عیسی را بخوانن، نام عیسی را در هر حالتی که باشن بخوانن و مطمئن باشن که نه آتش، نه آب، نه تیر، نه چنگال دشمن هیچ چیز به شما آسیب نمیرساند. وقتی نام او را به زبان میگیرن، از قلب خود او را دعوت میکنن، عیسی مسیح در افغانستان است، با فرشتگان خود است. این پیغامی بود که من به شما رساندن خواستم و امیدوارم که لااقل 1 نفر، اگر 1 نفر هم این پیغام او را نجات بده، مقصد خداوند اجرا شد، به هدف خداوند اجرا می شود. زیرا عیسی آمد به خاطر کسی که همین حال مرا گوش میکند. عیسی مسیح در افغانستان به خاطر همین نفر هست. بگوین عیسی مسیح مرا کمک بکن، عیسی مسیح بیا مرا نجات بده و معجزه خداوند رخ میدهد. در امان خدا باشین.
برای شما همه ما در دعا هستیم. خداوند پناه شما باشه.